نباشی بیابون شبامیو قیامت مشه بیروم شبامیو غمای تو لشکر خونخوار عالم بله سرم ارزگوم شبامیو. دوستای عزیز نازنینم سلام، امید دارم که کلگی شما خوب باشین، صحتمند باشین، سر حال باشین و من یک بخش شاهدی بازم خدمت شما قرار گرفتم با یک برنامه دنبره هزارگی که امروز مهمان برنامه ما آقای نعمت الله سعادت هست که ما کسشون سلام علیکم نداشته باشیم. سلام، خوب هستین برار؟ خوب هستین، سلامتین، بخیرین. من سلام دارم خدمت شما و خدمت همکارای عزیز و خدمت تمام کسایی که ما را از برنامه یوتیوب و چینل هزارگی بامیان ژورنال بیننده هستم. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. تشکر، شما سلامت باشین. خب می رقم بلده بیننده ها گفتم که بلده ما آهنگ هزارگی میخونید، باش شروع کنید دیگه. باشه حتما. دوستای نازنین، این آهنگ که میخوانم شعرش از عبدالرحمن مجده میرزاد است و کمپوزش از استاد الدریا است. امیدوار هستم که مورد پسند شما قرار بگیرد. تشکر.
با چشمان سیایم منم شاعر با چشمان سیایم دو بیتی می سرایم از برایت 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 امیدم زندگیم آرزویم امیدم زندگیم آرزویم سر و جانم همه یک سر فدایت 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 نه چون حافظ که ملک دیگران را نه چون حافظ که ملک دیگران را نمی بخشم به تو من بامیان 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 را اگر آری به دستت قلبی زارم اگر آری به دستت قلبی زارم ببخشم من برایت جسم و جان را 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 بسیار عالی. در همین قدر که فهمیدم در نظرم طرف از خود بامیان است. چطور؟ شاید پس دختر عجیب فکرشون بشک بینده هستیم. خب آقای سعادت، اگر شما چند سوال بکنم، از کدام هنرمندا پیروی میکنید؟ پیروی خود در کل امی هنرمندان هزاره در کل خیلی خیلی دوست دارم، باز خصوصا داوود سرخوش واقعی برای از ما یک استاد است، یک اسطوره است در موسیقی. دقیقاً داوود سرخوش کلی دوست دارم. بله. خب اگر یک آهنگ از داوود سرخوش داشته باشیم. خوب شیرانه. با چخرچه خبرگاه وی که کاری عاشقی ما نکدی قی که کاری عاشقی ما نکدی قی مولای قنبر
شوی تو شیطانی خونگری گشم میانای دواری وینی حالی یک سال سونجی دواری نهالی یک سال سونجی دواری دو ابرویش کمانی کش کشیده وی اولی ماهی شوید وریا اولی ماهی شوید وریا شیوا شده است و لغبان وی بله پایی پریگه کش کده سنگ بله پایی پریگه کش کده سنگ وکی نالا کده یک شونیدم وی چشمه پشوده جلغ خوربان چشمه پشوده جلغ خوربان چشمه پشوده جلغ خوربان چشمه پشوده جلغ خوربان و خیلی عالی قشنگ خواندین، در صدایشون برکت. خب برای در آخر برنامه رسیدیم، اگر کدام گفتنی داشته باشین؟ کدام گفتنی خاص ندارم. تشکر از شما که ما را در برنامه خود دعوت کردین و امیدوار هستم که مورد پسند بیننده ها واقع شده باشه. دیگه امیدوار هستم که در هر گوشه و دنیای کس جور و صحتمند باشین. تشکر، بخیر و سلامت باشین. خب دوستای عزیز، این بود برنامه نو، همینجا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خداحافظ شما.